سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدید. امروز اومدیم بهتون چند تا از GTA هایی که کم دیده شده رو بهتون معرفی بکنیم و احتمالاً تجربه ازشون ندارید. شماره 1 GTA Advance. این گیم که در سال 2004 و همزمان با GTA San Andreas عرضه شد، یه بازی انحصاری برای کنسول گیم بوی که میتونید با استفاده از شبیه ساز گیم بوی روی گوشی و یا پیسیتون اجرا بکنید. داستان بازی دقیقاً چند ماه قبل از GTA 3 جریان داره، یعنی توی سال 2000. کاراکتر اصلی ما اسمش ماکه و با رفیقش وینی میخوان که از شهر لیبرتی سیتی برن، اما این میون وینی میگه که باید یه معامله یا بریم انجام بدیم. ماک هم قبول میکنه پیشنهاد اون رو و میرن سر معامله، اما توی معامله وینی متاسفانه کشته میشه. جالب بدونی که یه تیم موساس هم قرار شده بازی رو به صورت کامل روی GTA 3 پورتش بکنن، همراه با تمام مراحل اصلی و فریش، وسایل نقلیه و حتی یک دوبله اختصاصی. شماره 2 GTA Liberty City Stories. GTA Liberty City Stories هم یه جوری مثل GTA Advance داره داستان‌های قبل از GTA 3 روایت میکنه. این گیم برای اولین بار تو اکتبر 2005 برای کنسول PS منتشر شد، بعدش برای PS2 و بعدها هم برای اندروید و iOS. البته جالب بدونید که یک تیم موساز بازی رو به صورت کامل روی GTA Vice City PC پورت کرده که از این طریق میتونید راحت روی سیستم بازیش بکنید. شماره 3 GTA Vice City Stories. این بازی تو سال 1984 دقیقاً 2 سال قبل از GTA Vice City جریان داره که کاراکتر اصلی ما ویکتور ونس هستش. متاسفانه بعدها به همراه برادرش لنس ونس داخل داستان وایس سیتی همون اوایل کشته میشه. این بازی توی اکتبر 2006 برای PS اول منتشر شد و بعدش برای پلی استیشن 2. متاسفانه این بازی پورت موبایل و PC نداره، ولی جالب بدین که یه پورت غیر رسمی ناقص ساخت دست موساسا داره، ولی اگر موبایل پلیر هستید میتونید با استفاده از شبیه ساز PPSSBP به راحتی اجراش بکنید. این بازی خیلی شبیه ترکیب باحال از سان اندرس و وایس سیتی هستش و جالب بدون که این کاراکتر برعکس تامی میتونه شنا بکنه. شماره 4 GTA Chinatown Wars. بازی تو سال 2009 برای کنسول نینتندو DS و بعدها برای PSP و اندروید و iOS منتشر شد. بازی تو سال 2009 جریان داره. هوانگ لی شخصیت اصلی بازی به لیبرتی سفر میکنه تا شمشیر یوجیان که میراث خانوادگیشون هست رو که در یک ورق بازی برنده شده بود به عموش تحویل بده. بعد از رسیدن توسط مهاجمان ناشناس مثلا کشته میشه. شمشیر اون رو میدازن و برای اطمینان از این که طبیعی باشه مرگش، اون رو با یک ماشین توی آب میندازن. هوان که از شانس خوبش زنده میمونه به رستوران عموش میره و دزدیده شدن شمشیر رو به عموش اطلاع میده. خب اینم بود از ویدیوی ما، امیدوارم که لذتشو برده باشید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.